سلام بچه‌ها، چطوری؟ امیدوارم عالی باشین و امتحاناتون رو یکی پس از دیگری خوب و عالی بدین. ببینید، اگر وارد اپ شاد بشین، تو قسمت پیام رسان اپ شاد این رو سرچ بکنید، کانال دبیرخانه کشوری ریاضی متوسطه اول که دبیرخانه کشوری ریاضی یه دبیرخانه‌ایه که برای دبیرها بخشنامه میفرسته، نمونه سوال میفرسته، سوالاتی که میتونن دبیرها استفاده کنن میفرسته و دبیرها هم با این کانال دبیرخانه ریاضی کشوری ارتباط دارن. امسال چون که امتحان به صورت نهایی، خود کانال دبیرخانه کشوری اومده از هر فصل یک سری سوال گذاشته. الان نگاه کنین، من مثلا اینجا رو پیدا کردم که گفته کلیپ ویدیویی پرسش با پاسخ، کتاب ریاضی نهم، کتاب ریاضی پایه نهم از فصل اول. شماره سوالم 21 گذاشته، منتها به خاطر اینکه سوالا رو فصل به فصل پشت سر هم نذاشته بود، من ترجیح دادم که سوالا رو، نمونه سوالا رو فصل به فصل براتون حل کنم. پس بنابراین الان از فصل اول این سوال رو براتون حل میکنم. ببینید سوال چی گفته. گفته که دبیرستان دوره اول دخترانه شمس تبریزی در اردیبهشت ماه قصد دارد برای اردو دانش آموزان را به روستای کندوان تبریز ببرد. در کلاس نهم یک دانش آموزان گروه بندی هایی انجام دادند تا هر کدام وسایل لازم از قبیل چادر مسافرتی، زیرانداز، تنقلات، توپ و غیره را عهده‌دار شوند. زهرا، مریم، سارا، سه دوست صمیمی که از پایه هفتم با هم در یک کلاس بودند، تصمیم گرفتند با هم یک گروه تشکیل دهند. اسم گروهشون هم گذاشته گروه گل یاس. پس یادمون باشه گروه گل یاس شامل این 3 نفر فعلا. در روز اردو مدیر مدرسه دانش آموزان بازدید میکرد. وقتی چادر مربوط به گل یاس را مشاهده کرد، برای بازدید به چادر رفت. به نظر شما وقتی مدیر اجازه ورود به چادر دانش آموزان را میگیرد، تعداد دانش آموزان گروه گل یاس در چادر چند حالت میتواند باشد؟ حالتهای مختلف آن را به صورت مجموعه نشان دهید. خب بچه‌ها ببینید، اجازه گرفته مدیر که وارد این چادر بشه. حالا وقتی وارد چادر میشه دلیلی نداره که هر 3 تا دانش آموز توی چادر باشن. این سوال منظورش اینه که تعداد حالتهای ممکنه همه زیر مجموعه های مجموعه 3 عضوی زهرا، مریم و سارا رو بنویسید که ما میدونیم تعداد حالتهای ممکن چون 3 تا عضو داره میشه 2 به توان 3 که برابر با 8 حالت میشه. 8 حالتش به این ترتیبه. اول مجموعه توهی رو مینویسیم. میتونید بعدش مجموعه 3 عضوی زهرا، مریم، سارا رو هم بنویسید، اشکالی نداره، آخر سر هم میتونید بنویسید. بعد تک تک عضوها رو داخل مجموعه، خیلی مهمه که علامت مجموعه رو حتما بذارید. تک تک عضوها رو داخل مجموعه، یعنی مجموعه های 1 عضوی رو مینویسیم. بعد مجموعه 2 عضوی مینویسیم. یعنی چی؟ یعنی زهرا با مریم، یعنی مریم با سارا و زهرا با سارا. این میشه مجموعه 2 عضوی که دیگه بیشتر از اینم ادامه نداره و دیگه در انتها هم اومده مجموعه 3 عضوی رو نوشته. پس این سوال نشون میده که گفته حالتهای مختلف آن را به صورت مجموعه نشون بدید. منظورش این بوده که اگر یک مجموعه شامل 3 عضو زهرا، مریم و سارا باشن، تمام زیر مجموعه های اون مجموعه رو بنویسید. خب بریم سوال بعدی که مال فصل 1 رو حل کنیم با هم دیگه. سوال بعدی گفته که در یک کلاس درس علی و شهریار علاقمند به 2 تیم تراکتور سازی و ماشین سازی هستند. رضا، محمد، سامان، بابک فقط علاقمند به تراکتور سازی هستند و فرزادم فقط علاقمند به ماشین سازیه. خب اینو تو ذهنمون نگه داریم. حالا چه مجموعه هایی رو خواسته؟ الف، مجموعه علاقمندان به هر 2 تیم رو با اعضایشون نشون بدید. یعنی الف، علاقمندان به تیم تراکتور سازی رو نشون بدیم. از اول نگاه میکنیم تراکتور سازی چه کسانی علاقمند بودن. گفته علی و شهریار هم به تراکتور سازی علاقمندن هم ماشین سازی، پس علی و شهریار تو تیم تراکتور سازی هستن. بعد گفته رضا، محمد، سامان و بابک هم فقط علاقمند به تراکتور سازی هم، پس اینها هم توی تیم تراکتور سازی قرار میگیرن که حتما داخل آکولات قرار میدیم. این میشه تیم تراکتور سازی. حالا بریم تیم ماشین سازی. تیم ماشین سازی علی و شهریار علاقمند به ماشین سازی هم بودن، پس علی و شهریار رو مینویسیم و بعدش گفته فرزاد هم فقط به ماشین سازی علاقمنده و فرزاد هم بهش اضافه میکنیم. قسمت ب ببینیم چی گفته. مجموعه دانش آموزانی که حداقل علاقمند به یکی از تیم ها باشه. بچه‌ها طبق تعریف اجتماع 2 مجموعه
که تو فصل اول کتابتون گفته اجتماع دو مجموعه شامل عضوهایی میشه که حداقل شامل یکی از این مجموعه اولمون و این مجموعه دوممون باشه. پس بنابراین کلمه حداقل رو که آورده، منظور از کلمه حداقل یعنی اینکه اجتماع دو مجموعه تراکتورسازی و ماشین سازی رو بنویسید. خب شروع میکنیم. علی، شهریار، رضا، محمد، سامان، بابک و اینجا مینویسیم تا اینجا و دوباره میریم مجموعه تیم ماشین سازی. علی و شهریار هستن که علی و شهریار رو نوشتیم و فرزاد رو فقط ننوشتیم که اینجا فرزاد هم اضافه میکنیم. اینجا که به ما صورت مسئله گفته حداقل، خیلی مهمه که شما تعریف‌های کتاب کامل بلد باشین. وقتی تعریف‌ها رو بلد باشین، این مجموعه دانش آموزانی که حداقل علاقمند به یکی از تیم‌ها باشه، منظورش اجتماع دو مجموعه است. پس این حداقل منظورش چیه؟ اجتماع دو مجموعه. بچه هرچی تو سوالا گشتم، نمونه سوال از فصل 2 سوالی رو پیدا نکردم، اما ویدیو بعدی رو دنبال کنین که چند تا سوال خیلی مهم از فصل 3 رو کامل براتون توضیح میدم. موفق باشین.